بهترش به بالای این پول باز 2 برابر علاوه کرده بیزنسی نو میکشایم. درست؟ کی مرا فهمید؟ التماس پولهای خود را بی‌عقلانه صرف نکنید. وقتی پولی خوب کار میکنید ابلهانه پول صرف کردن میگیرید. خب شما مرا فهمیدید؟ التماس یعنی با چنین پولی کلان چیزهایی را که به شما درآمد نمیارند نخرید. بهتر است چنین پول را زیاده از 3 یا 5 هزار دلار را به کاری صرف کنید که به شما درآمد میآورد و چیزی که پول نمیآورد صرف نکنید. فهمانده توانستم؟ خیلی خوب. دوامش نظارت حسابات اساس ثروتمندی است. التماس پولهایتان را حساب کنید. بسیار آدمان پولهایشان را حساب نمی کنند. برای همین بانکرات می شوند و کارشان برار نمی گیرد. کدامتان بیزنس دارید؟ التماس از جایتان خیزید. چگونه بیزنسی که دارید فرق ندارد. التماس خیزید. این خوب است. حالا نصیحت خوب می دهم. التماس دستتان را بردارید. کدامتان نظارت دقیق حسابات دارید؟ کدامتان پولها را تنگه به تنگه نظارت و حساب می کنید؟ انیق شما می دانید که چقدر فایده می گیرید. دستتان را نفرارید. می بینید 1 2 3 کس دست برداشتن. اکنون شما فهمیدید؟ دیگران هم میکنند. نمیکنند؟ نه میکنند. ولی تخمینکی انیق نه. تقریبا چی فکر دارید؟ اگر به بانک روید آن نظارت حسابات انیق دارد یا تخمینکی؟ نظارت حسابات انیق دارد. کی اکنون فهمید؟ آیا میدونید که چرا از شما انیق نیست؟ به شما سیرش را میگویم چون که بعضا شما این خیل میگویید تر تمام بد مینویسم دیرتر میکنم. با تو چند پول در کار؟ از کس به کسی میدید رفته یگان کار کند. خودتان کس سرا کشاده پول گرفته میروید. مرا فهمیدید؟ اکنون لطفاً به من گویید اگر شما به بانک روید و از صورت حساب خودتان 10 دلار گیرید 10 دلار بانک این را قید میکند یا میگوید که انا 10 دلار را گیرید و خوب؟ سوال و یا بانک همش را طبق حجت ها تخت میکند گویا که شما میلیون دلار میگیرید. همش را طبق حجت ها تخت میکند. کی فهمید؟ در بانک خواه 1 دلار گیرید خواه مانید خواه میلیون دلار روند کاری یخیل است. حجت گذاریش یخیل است. انا همین است پایه موفقیت بیزنس. مهم نیست که شما به 100 دلار بار فروختید یا به 1 دلار و یگان چیزی عادی. شما باید این کار را کنید. من این رو از کجا فهمیدم؟ آخر حالا با بسیار شرکت ها کار میکنم و بسیار شرکت ها کنسولتاسیون میدهم. معلوم میشود که پسیکولوژی مردم آسیا همین خیلی است. برادرم پرسید دادم زنم آمد و گرفت و رفت. من هم همین خیل بودم. به مغازه می در آمدم اگر کاستومم کمی جین یا رژیم شده باشد نوش را می پوشیدم و می رفتم. معلوم شد که کاری مرا زنم هم تکرار می کرده است. بعد ادمنستراسیون هم این کار را یاد گرفته است. میفهمیده؟ برای همین اگر در بیزنس نظارت حسابات نباشد آن زود بانکرات می شود. دست راستمان را برداشته می گوییم کم بغلی از کلمه کم حسابی گرفته شده است. تشکر شینید. دوام می دهیم 12 قدم. همیشه اکتیو ها را زیادتر گردانید. یعنی باید سر مسئله زیاد کردن اکتیو ها و کم کردن پاسیو ها کار کرد. سر مسئله زیاد کردن اکتیو ها و کم کردن پاسیو ها کار کنید. دائما کار کنید. اکتیو آن چیست که پول می آورد، پاسیو آن چیست که پول می گیرد. سر همین مسئله کار کنید. آنگاه زود بالا می روید. خیلی زود موفق می شوید. با همین کار مشغول شوید. وقتی انسان تولد می شود او الکی انتخاب شده است. با دقت گوش کنید. کودکان از کجا پیدا می شوند؟ شما چقدر فرزنددار شدید؟ تصادفاً؟ هر دفعه همین خیل شد. دقت کنید، نگاه کنید. در نتیجه عشق بازی کودکان پیدا نمی شوند. میفهمید سیرش در چیست؟ مثال شما بسیار عشق بازی میکنید. اگر کودکان از عشق بازی پیدا می شدند تصور کنید عشق بازی کردید یک کودک، عشق بازی کردید باز یک کودک. آنگاه تمامی بیشکک عائله شما میشد. یا قرقیزستان
دقت کنید، کودکان کی پیدا می شوند؟ کودکان تنها با اراده خداوند پیدا می شوند. آفریدگار در کائنات نیروی بزرگی را روانه می سازد تا هر یک انسان در زمین پیدا شود. مثلا نگاه کنید، چقدر آدمان زحمت کشیدند تا ما این چیزها را پوشیم، چقدر آدمان مهنت کردند تا ما در این راه ها راه کنیم. آن بیمارخانه ها را ساختند تا ما بهتر زندگی کنیم، مکتب ها را ساختند تا ما خوانیم، تکنیک ها و غیره. و هر کدامشان خدا استعداد معینی داده است تا غم ما را خورند. خدا به اینجا آمده خودش دارو اختراع کرده راه نمی سازد. او آدمان گوناگون را تلقین می کند، استعدادهای گوناگون می دهد تا آنها غمخوار دیگران باشند. از جمله به شما خداوند نیروی بزرگی صرف کرده است تا که در این عالم باشید و به دوشتان رسالت معینی واگذاشته شده است. ولی رسالت شما احتمال تنها نگاه کنید. مثلا من مثال می آرم. میدونید شاید شما 90 سال زندگی می کنید ولی رسالتتان را تنها در یک روز اجرا می کنید. چرچیل تنها همون وقتی که سروزیر انگلیا شد انسان بزرگ گشت. همین خیلی منس همان وقتی که منس شد. اگر به حیات با دقت نگاه کنید، هر یک انسان استعداد معینی دارد که خدا داده است، اما از همه مهمش یافتن آن است. تنها گپ در سر آن است که آدمان دایم میدونه چه خیلن اگر بینن که کسی کاری کرد و موفق شد، همه مثل او شدن میخواهند. انا همین خطای اساسی است. من در آغاز گفتم اگر خواهید که استعداد خود را یابید، یکون باید چی کار کنید؟ کاری کنید که از عهده‌اش خوب میبرایید، از دیگران بهتر. همان کار را کرده. پونکت دوم را بینید. اگر آن به شما لذت بخشد، پسند باشد، خسته نشوید، یعنی استعداد خدادادتان همان است. آن کار را کرده مهارتتان را صیقل میدهید، عمر زیادتان را به آن میبخشید. دست راستمان را برداشته تکرار میکنیم. انسان در آخر در انتها کسی می شود که به همان ساحه وقت صرف می کند. به یک نقطه زنید، پرصبر شوید و به یک نقطه زنید. کوشش کنید، آنگاه می بینید. اگر همه گپ‌های مرا رعایت کنید، پونکت سوم چی بود؟ کاری که درآمد بیشتر می آورد و وقت کم می گیرد. یعنی انا همین است استعداد خداداد شما. انا در همین ساحه کار کنید. شاید عین زمان با آن ساحه طلبات زیاد نباشد، شاید حتی عین زمان آن به شما پول زیاد نمی آورد. ولی اگر عین زمان پول زیاد نمی آورد، یعنی مارکتینگ نمی رسد. کسی رو یابید که برای ساختن بازار به شما کمک می رساند. من کتاب ها نوشتم، کتاب هایم را هیچ کس نمی دانست. من خودم برای آنها بازار ساختم. میفهمید؟ اگر شما یگان محصولات ارزنده ساختید، اگر فهمیدید که آن چیزی در کار است، آن فایده‌ناک است، شما باید در این باره گپ زنید. استعداد خود را یابید، بازارتان را خودتان سازید. این بسیار مهم است. برای خود بازار ساختن در کار. میبینید